قله کجاست؟ میتونیم به جای برنج جو بخوریم؟ من توصیه میکنم الان که از نظر قیمت یه مقدار برنج گران هست، مسلما جو میتونه کمک بکنه. شاید شما فکر کنید این فقط یه کارشناس یونجه‌خوار مالشی بود که یه برگه دادن دستش و گفتن حفظ کن بیاد تو صدا سیمای ملی از فواید جو بگو و حرفش اعتباری نداره. من یه سوال پرسم، من مردم برنج شما رو نخرم میخواین چیکار کنیم برنجو؟ دولت شورای قیمت گذاری مسبب کرد با این قیمت بخره بریزه دریا. من متکفل مردم که نیستم، که متکفل مردم دیگریه، من متکفل تولید کننده. بله، در خدمت قاسم پیشه‌وری بودیم، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، که میگه دولت حاضر همون برنج هایی که کارشناس مالشی میگفت گرون شده رو بریزه تو دریا ولی ارزونتر نرسونه سر سفره های مردم. من فقط میخوام بدونم ته این داستان کجاست. یعنی تا کجا حاضرن یه عده وطن و شرف و ناموس رو بفروشن و بمالن؟ یعنی برسیم به کاه و یونجه دیگه بس میکنین؟ چقدر بار خوابیده اینجا، چه سرمایه. ببینید این یه پارت باره تا اینجا، یعنی الان حداقل 3 تا 4 تا بار اینجا خوابیده، یعنی 4-5 میلیارد فقط همین یه تیکه است. الحق که حکومت هر تپه و قله‌ای رو که نگاه میکنیم فتح کرده و فضولات خودش رو به یادگار گذاشته. خسته نباشی آقای پزشکیان و کارشناسای حامیتون که حتی حاضر نیستن یه عذرخواهی از ملت بکنن بابت حمایت از شما.